خب توی این ویدیو قراره ببینیم که چطوری میتونیم یه دونه اپ چت ریل تایم درست کنیم بدون استفاده از بکند و بدون دردسرای کانفیگ های پیچیده و دردسرهای ریل تایم و وب سوکت و داستانهای خودش، فقط با استفاده از فلاتر و ریویوم چت. سلام، من محمد مهدی ام از تیم ریویوم. توی این ویدیو میخوایم با هم یکی از جذابترین سرویس های ریویوم کلاود یعنی ریویوم چت رو بررسی کنیم. ببینیم دقیقا چیه، چه امکاناتی داره، چطور میتونه فرایند ساخت اپلیکیشن های چت رو خیلی سریعتر و ساده تر کنه. فرقی نمیکنه بخوایم یک چت داخلی برای سایت یا سازمان خودتون داشته باشید یا یه سیستم پشتیبانی مشتری رو اندازی کنید یا حتی یه پیام رسان مستقل بسازید. ساخت زیرساخت چت معمولا زمانبر و پیچیده است. ریویوم چت این پیچیدگی‌ها رو از بین میبره و امکاناتی که نیاز دارید رو به صورت آماده در اختیارتون قرار میده بدون اینکه بخواید درگیر کانفیگ کردن زیرساخت‌های پیچیده بشید. یکی از مهمترین قابلیت‌های ریویوم چت پیام رسانی ریل تایم با تأخیر بسیار پایین است که باعث میشه پیام‌ها تقریباً بلافاصله بین کاربران رد و بدل بشن. علاوه بر این، وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن کاربران، نمایش حالت در حال تایپ، رسیدن تحویل و خوانده شدن پیام، شمارنده پیام‌های خوانده نشده، همگام‌سازی لحظه اطلاعات، همگی به صورت کامل توی پک ریویوم چت در اختیار شما قرار دارن. برای تجربه کاربری بهتر، قابلیت‌هایی مثل ریپلای کردن پیام‌ها، گفتگوهای رشته‌ای، واکنش‌های ایموجی، پین کردن پیام‌ها، جستجوی متن داخل گفتگوها و اشتراک گذاری فایل و تصاویر همراه با پیشنمایش هم در سرویس وجود داره. البته برای فایل و تصاویر شما باید از دیتابیس و استوریج یا فضای ابری مخصوص خودتون استفاده کنین و این دیتا ها رو توی سرویس خودتون ذخیره کنید. بنابراین بدون اینکه مجبور باشید این امکانات رو از صفر پیاده سازی کنید، میتونید یک تجربه کامل و مدرن در اختیار کاربرای خودتون قرار بدید. خب بریم واسه نحوه نصب و کانفیگ ریویوم چت توی پروژه. اول داکیومنت که بخوایم بخونیم، طبق داکیومنت بعد دو تا از پکیج ها رو دانلود کنیم، ریویوم چت و ریویوم چت یو آی. بعد میرسیم به بخش کانفیگش توی پروژه. این بخش در واقع جاییه که کل سیستم چت رو روشن میکنیم. اول یک کانفیگ برای کلاینت میسازیم که شامل API کی و اطلاعات کاربر مثل شناسه و نمایش و نام نمایشی، یعنی اسم خود کاربر. بعد یک ریویوم چت کلاینت ساخته میشه که نقش اتصال اصلی اپلیکیشن به سرور چت رو داره که ما از طریق اون میتونیم کانکت شیم به سرور ریویوم. وقتی متد کانکت اجرا شه، یک اتصال ریل تایم از طریق وب سوکت برقرار میشه. از این لحظه به بعد اپلیکیشن وارد حالت آنلاین چت میشه و میتونه پیام ها رو در لحظه دریافت کنه. بعدش میتونیم به ایونت ها گوش بدیم، مثلا پیام جدید میاد یا وقتی وضعیت اتصال تغییر میکنه، آفلاین به آنلاین یا آنلاین به آفلاین، یا حتی تعداد پیام های آن رید رو بگیریم. در نهایت هم وقتی کاربر لاگ اوت میکنه، کلاینت رو دیسپوز میکنیم تا اتصال بسته شه و ریسورس های ما آزاد بشن و الکی از ریسورس ما استفاده نکنیم. الان میریم توی VS کد، توی کد میبینیم که به چه شکلی اینو کانفیگ میکنیم. خب اینجا میریم توی چت سرویس با هم دیگه ببینیم که طبق داکیومنت چجوری توی پروژه خودمون رو کانفیگش کنیم. خب من یه دونه تابع اینیشیالایز میسازم، یوزر آیدی و دیسپلی نیم رو توش پاس میدم. اینجا جایی که تو لاگین دارم از یوزر اینا رو میگیرم. یه دونه بیس URL دارم که دارم از توی EMV API کی ریویوم رو میخونم طبق چیزی که تو خود داکیومنتش گفته بود. طبق داکیومنت یه دونه فایل کانفیگ داریم که 4 خط کد بیشتر نیست،
اگه برگردیم تو داکو نگاه کنیم میبینیم که دقیقا همینه که API کی رو بهش پاس میدیم، یوزر آیدی رو پاس میدیم و دیسپلی نیم. یه دونه هم کلاینت داریم واسه کانکت شدن و برقراری ارتباط با ریل تایم وب سوکت. میبینید دقیقا طبق داکیومنتش داریم پیش میریم و از آن کانکشن استیتش هم اینجا استفاده میکنیم. لاین به لاین طبق داکیومنشن خود ریویو. خب حالا میریم سراغ این قضیه که چطوری میتونیم یک چت روم درست کنیم واسه یوزرهایی که میان توی این اپ و میخوان شروع به کار کنن. توی ریویو ما یه بخشی داریم به اسم rooms and participants. میایم اینو طبق داکیومنتش بررسی میکنیم. ببینیم که اینجا یه دونه find or create room داریم. چی از ما میگیره؟ یه external ID داره با یه دونه type و participants. متا دیتا هم داره که اونو آپشناله، میتونیم استفاده کنیم میتونیم استفاده نکنیم. خب حالا بریم ببینیم که اینو توی کد و پروژه‌مون چجوری باید پیاده سازیش کنیم. خب میایم اینجا این متدی که من ساختم جاییه که برای هر دو کاربر یه اتاق چت ثابت میسازیم یا اگر قبلا ساخته شده باشه همون رو برمیگردونیم با استفاده از یک شناسه یکتا. مطمئن میشیم هر دو نفر همیشه وارد یک روم مشترک میشن، نه چند تا چت جدا. بعد هم دو کاربر رو به عنوان پارتیسیپنتس به ریویو میفرستیم. در نهایت یک روم آماده برای چت کردن بهمون برمیگردونه. برای فرستادن پیام اومدم از خود سند مسیج ریویو استفاده کردم که بتونیم پیام رو بفرستیم به یه یوزر دیگه. حالا بریم توی داکیومنتش ببینیم خودش چجوری اینو ایمپلیمنت کرده. میریم تو قسمت مسیج. خب ببینیم یه دونه کلاینت دات مسیج داره، یه دونه روم آیدی رو باید بهش پاس بدیم و اون کانتنتی که میخوایم، یعنی اون پیامی که خودمون میخوایم به کاربر دیگه بفرستیم. خیلی ساده. توی یه متد میام اینو صدا میزنم و تمام، بدون هیچ اضافه کاری دیگه ای میتونم پیامم رو بفرستم. خب اینجا میریم توی صفحه هوم اسکرین، جایی که کاربر میبینه. بذار من جای بک بزنم. آها خب اینجا چی داریم؟ یه دونه آیکون سرچ داریم با یه دونه آیکون لاگ اوت. آیکون سرچ چی کار میکنه؟ کلا این شو سرچ یوزر دیالوگی که من درست کردم کارش چیه؟ کارش اینه که پنجره شروع چت جدید رو نمایش بده. وقتی که روی آیکون کلیک کنیم ابتدا مخاطب هایی که قبلا با اونها یک گفتگویی داشتیم یا یک چت رو باز کردیم از حافظه لوکال لود میشه. کاربر میتونه نام کاربری مورد نظرش رو سرچ کنه و همزمان با تایپ کردن لیست مخاطبین ذخیره شده فیلتر میشه و خب نتایج مرتبط بهش هم نمایش داده میشه. اگر روی یکی از مخاطب ها کلیک کنیم فرآیند شروع چت اجرا میشه، یعنی اون روممون ساخته میشه از طریق ریویو. همچنین اگر نام کاربر جدیدی وارد کنیم که در لیست وجود نداره با زدن دکمه چت یک گفتگوی جدید با آن کاربر ایجاد خواهد شد.
این هم کدایی که میبینید برای این کار زدم. یه شو دیالوگ خیلی ساده است. اینجا یه دونه تابع استارت، یه دونه استارت چت هم دارم که اونو تو ادامه میگیم که چی کار میکنه و اصلا برای چی درست شده. توی استارت چت دقیقا جاییه که ما میایم از چت سرویس get or create رومش استفاده میکنیم، یعنی همون متدی که ساختیم و اطلاعات مورد نیاز رو بهش پاس میدیم و اینجا جاییه که ریویوم برای ما یک چت، یک روم مشترک درست میکنه که توش میتونیم پیام هامون رو بفرستیم، ریاکت ایموجی بزنیم و کارهای دیگه ای رو انجام بدیم و به صورت ریل تایم پیام بفرستیم، آن سین یا سین شدن پیام رو ببینیم. توی ادامه توی دوتا گوشی جدا این رو با هم تست میکنیم که این عملیات چه شکلی داره انجام میشه.